سلام دوستان عزیز. مرزا گلزار حرفای خوبی میزنه، کلیپش هم میذارم گوش کنین. اینا تجربه دنیاست، بیشتر همه درک کشیده میفهمه چی داره میگه. فقط گوشش کنین، قدر خودتون رو بدونین. دوستتون دارم. یا حق. میگه تا 40 سالت بشه میفهمی که با آشنا معامله نکنیم، با همکارات صمیمی نشی، اصلا فامیل خودت رو شریکت نکنیم، تا چیزی قطعی نشده اون رو به هیچ کس نگیم، هر کسی رو تو خونتون نیارید. این خیلی نکته مهمیه. حرف و دعوای داخل منزل رو بیرون نبرید. با دوستاتون زیادی درد دل نکنید، چون دوست امروزتون میتونه که دشمن آینده باشه. بعدن چون میفهمین که آدم یه دونه از غریبه میخوره 10 تا از خودی.